شکر خدا من بسیار مسلمان هستم و عقیده دارم که یک خدای وجود داره. دو تا دلیل موجهتان همی است. از لحاظ ما خداوند به دلیل عقل میشناسیم. ما خداوند به دلیل عقلی برامون میگه که گفتیم شنیدم یک تا دلیل عقلی برای اثبات وجود الله تو. امی که چشم، دست، پا، گوش، امی عقل خودمون برامون گواهه که این عقل در وجود ما کسی آفریده. چرا چشم و دست و پا و گوش نمیتونه بدون الله شما با وجود داشته باشه؟ چرا؟ خب میتونه یک مثلا اگر توهین نشود در دنیا خو ادیان مختلفی است. امروز مثلا در هند کسایی است که گاو خلق میکنن، میتونه که او گاو یک انسان خلق کنه. حالا سوال اینجا این میکروفون رو کنترل کو پوان مال عزیز قربانت. ببین عزیز من، شما میگین خارق العاده بودن بدن انسان، پیچیده بودن بدن انسان، وجود بدن انسان سندی است برای اثبات خدای شما الله، درست است؟ بله. پس طبق استدلال شما بدن به این پیچیدگی، بدن با این بزرگی که داره، انسان با این بزرگی داره، طبیعت با این بزرگی نمیتونه بدون خالق وجود داشته باشه چون بزرگ است، درست است؟ ببین خداوند من نگفتیم از لحاظ جسامت بزرگ است. نه من جسامت نمیگم، من در کل ارزشش رو میگم. با این بزرگی، با این ارزشی که جهان داره، با این پیچیدگی، با این قوانین میشه بزرگ یک چیزی را برای ما اوتر یک چیزی را برای ما در اینمی دنیا از لحاظ تکنولوژی ساینسی اجازه بدین، میشه از لحاظ تکنولوژی و ساینسی و یک چیزی را در جهان برای ما مثال بیارن که او خودش خلق شده باشه و یک خالقی نداشته باشه، چی در حد تکنیک است، در حد علم است. بسیار خوب گوش کنین عزیزان، بگذارین که همون استدلال را یک بار ختم کنیم، بعد ما برایتان میارم که جهان بدون خدا چگونه میتونه شکل بگیره. اول استدلالی را که شما کردین، ادعایی را که شما کردین بریم تا ختمش، یک استنتاج داشته باشیم، بعد میریم به طرف دیگه. شما گفتین چون جهان بزرگ است، قوانین داره، منظم هست، عالی هست، عالی القدر هست، پس نمیتونه خالق نداشته باشه، درست است؟ بله. یک کسی یک موجودی. آیا اجازه بدین که پیش بریم لاله؟ بفرمایید. آیا جهان منظمتر؟ آیا جهان بزرگتر؟ آیا جهان قانونمندتر هست یا خدای جهان؟ طبعا کسی که چیزی را آفریده او خالقتر است نظر به مخلوقش. جهان مخلوق است. بسیار کوتاه. پس ما دریافتیم که خدای با اون بزرگی که بزرگتر از این جهان است که شما برش خالق قائل هستین، خدای با اون بزرگی را چی کسی آفریده؟ او در ذات خود بزرگ است. جهان در ذات خود بزرگ بوده نمیتونه. خدای شما در ذات خود جهان جسم است. متوجه باشین، جهان هیکل داره، جهان جسم داره، جهان سنگ داره، قلوب داره، آب داره. گوش کنین، این دیالوگ رو ما یاد نمیگیریم. جهان جسم است، خدا چی است؟ برای ما دین میگه که اون لامکان است، مکان نداره. ما فقط به دلیل عقل میشناسیم یا خدایی با عظمت و توانایی آفریده، این من انسان آفریده. امین ادامه دادن بیجا فایده نداره. خب ما دلیل میگین، امون از پیش میریم، استدلال میکنیم. خب جان دلم، خدای شما در قرآن لامکان است، درست است؟ بله. پس در سوره حاقه 8 فرشته اون عرشی را که سر شانه های خود انتقال میتن، اون عرش مکان چی کسی است؟ ببین عرش در اصل مفسرین کرام عرش برای عرش هم جسامت ندادن. حتی فرشته جسامت نداره، خودی فرشته جسامت نداره. یعنی عرشی که جسامت نداره او را 8 فرشته که جسامت ندارن بر فراز شانه هایشان انتقال میدن. این هم از نمونه قدرت های الهی است. مرگ آیا به چشمت می‌بینی؟ اینا دوستان ببینین، خب ببینین که دلایل دوستان مسلمان ما برای اثبات خدایشان از این کتاب با این دبلی. بزرگوار خدا اجازه بدید من استنتاج دارم از این بحث.
از این بحث یک من میفهمم منظور خودت است که باید ما از خداوند یک چیزی بپرسیم. ببین در قرآن کریم ما براتون چی میگم؟ در قرآن کریم برای خداوند دوست گفته، برای خداوند پاک گفته، اما ما او را باور کو اینا را چگونه من نمیدانم. من به این شکلی که اینا میکنن من نمیتونم بکنم. میبینید من کم میارم در اون قسمتی که اینا ادامه میتن، من دیگه کم میارم. بابا حمید جان برنامه را لایک کنین. تشکر برادر عزیز. بفرمایید. تشکر. خب عزیزان ببینید، با این دبلی این کتاب یک تا هموطن مسلمان وجود خارجی نداره که به دلیل منطقی و عقلی از این کتاب بر اثبات الله بیاره. این هم دوست بعدی میگه الله عرش نداره، الله مکان نداره. قرآن را باز میکنیم عرشش را روی شانه های خود ملائکه انتقال میدن. نه میگه اون عرش جسمانی نیست، ملائکه هم جسمانی نیستن. عرش غیر جسمانی توسط ملائکه غیر جسمانی برای الله در شانه های غیر جسمانی ملائک بر دوش غیر جسمانی، دوش غیر جسمانی هم ما داریم در قرآن، انتقال میدن. این هم استنتار. میریم به دوست بعدی. تشکر.